نیروگاه هسته‌ای پریپیات، اتحاد جماهیر شوروی، تو چند کیلومتری شهر کیف، پایتخت کنونی اوکراین، یکی از بزرگترین دستاوردهای شوروی بود. برقی که این نیروگاه تولید می‌کرد برای تأمین 30 میلیون نفر کافی بود و این یک قدم خیلی جلوتر از غرب برای شوروی که اون زمان فقط می‌خواست از آمریکا جلو بزنه بود. اما انفجاری که درش رخ داد یه فاجعه جهانی بود، اتفاقی که هنوزه مردم جهان درگیرشن. اول بریم سر کلاس شیمی تا ببینیم چرا دقیقاً این انفجار رخ داد. انرژی از کجا به دست میاد؟ از اتم. اتم‌ها بین خودشون یک سری پیوند دارن و وقتی این پیوندها میشکنه انرژی آزاد میشه. همگی یادمونه که میگفتیم انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره، بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه. و اینطوری زندگی ادامه داره، تبدیل انرژی‌های مختلف به همدیگه. ما نوع‌های مختلف انرژی رو میشناسیم، مثل شیمیایی، حرکتی، الکتریکی و هسته‌ای. تو هسته اتم 2 ذره به اسم پروتون و نوترون وجود داره که با یه نیروی گرانشی خیلی بزرگ به همدیگه وصلن و الکترون دورشون میچرخه و چون نیروی گرانشی بینشون خیلی شدیده، وقتی پیوند ذرات اتم از هم میشکنه، انرژی داخلشون هم با شدت زیادی آزاد میشه، اونقدر شدید که تمام ماده‌های داخل هسته تبدیل میشن به انرژی خالص. این ما رو به فرمول معروف آینشتین یعنی E مساوی ER2 میرسونه که مقدار انرژی آزاد شده از اتم رو محاسبه میکنه. یک سری از مواد حجم زیادی از نوترون و پروتون رو تو خودشون جا میدن، مثل اورانیوم. اورانیوم 92 تا پروتون و 146 تا نوترون داره، مجموعاً 235 تا. معمولاً عناصری که هسته به این بزرگی دارن، ویژگی‌های رادیواکتیوی از خودشون نشون میدن. وقتی ذره نوترونی رو به سمت اتم اورانیوم پرتاب کنیم، باعث شکاف توی هسته و پرتاب شدن ذرات درونش به اطراف میشه و نوترون‌های توی هسته ذره شکاف پیدا کرده به بقیه اتم‌ها برخورد میکنن، دقیقاً مثل یه دومینو، و انرژی خیلی بزرگی آزاد میشه و به شدت کنترلش سخته. بمب اتم هم دقیقاً با همین ویژگی ساخته شده. اما حتما لازم نیست همه چیز مثل بمب اتم تخریبگر باشه. میتونیم توی راکتورها کنترلش کنیم و از انرژی تولید شدهش برای بهتر کردن زندگیمون استفاده کنیم. این راکتور با کمک انرژی آزاد شده از اتم اورانیوم آب رو گرم میکرد و از بخار آب استفاده میکرد تا توربین‌های برق رو به کار بندازه. 26 آوریل سال 1980 ساعت 1 بامداد یه آزمایش ایمنی شروع به انجام شد. قدرت راکتور رو به 200 مگاوات کاهش دادن چون میخواستن ببینن اگر برق قطع بشه چطور میتونن آب خنک کننده رو تا زمان ورود ژنراتورهای پشتیبان به لوله بفرستن تا فاجعه‌ای رخ نده. یکی از دانشمندا به مافوقش هشدار میده که قدرت راکتور نباید از 700 مگاوات کمتر بشه، اما حرفش تأثیری نداره و اونا به هر حال کارشون رو میکنن. وقتی راکتورهای آب داغ که راکتورهای چرنوبیل هم همونطور هستن با قدرت کم کار کنن، ناپایدارن و کنترلشون به شدت سخته. ساعت 1:23 بامداد قدرت راکتور به صورت ناگهانی به 120 برابر حالت عادی و دماش به 4500 درجه سانتیگراد، یعنی تقریباً دمای سطح خورشید رسید و این یعنی شروع فاجعه. وقتی یکی از مهندسا سراسیمه وارد اتاق کنترل شد و اطلاع داد که میله‌های 400 کیلویی در حال کنده شدن هستند، آتیموف رئیس آزمایش سریعاً دکمه توقف اضطراری آزمایش رو زد و راکتور رو خاموش کرد. اما نه تنها اوضاع بهتر نشد، بلکه فاجعه عظیمتری رخ داد. دما به شدت بیشتر شد و انفجار اول در 1000 تنی که روی راکتور رو پوشونده بود پرتاب شد و اکسیژن وارد راکتور شد. واکنش اکسیژن و گرافیت فوق‌العاده داغ انفجار دوم رو رقم زد که کل سقف 25% تأسیسات و راکتور شماره 4 رو منفجر کرد. شدت این انفجار از یه بمب اتم خیلی کمتر بود، اما مقدار مواد رادیواکتیو ساطع شده وحشتناک بود.
توی یه بمب اتم حدود 60 کیلوگرم اورانیوم وجود داره، در حالی که تو راکتور شماره 4 چرنوبیل 30 تن اورانیوم وجود داشت. موج انفجار شهر رو نابود نکرد، بلکه مواد رادیواکتیوی که در اثر انفجار سقف توی هوا شناور شد باعث افتضاح رخ داده تو چرنوبیل بود. اول محیط اطراف آزمایشگاه آلوده شد و از طریق باد و بارون مواد توی کل اروپا پخش شد. تو دقایق اول سربازها و آتش‌نشانه‌ای که بدون دونستن هیچی و بدون محافظت برای خاموش کردن آتش رفتن، همشون توی یک هفته الی یک ماه آینده جون خودشون رو از دست دادن. تشعشعات رادیواکتیوی که اونا در معرضش بودن معادل 1 میلیون عکس رادیولوژی بود. آدمایی که داشتن فاجعه رو از روی پل تماشا می‌کردن همشون طی 1 سال از سرطان مردن و این پل بعدها به پل اسرائیل معروف شد. حالا این سوال پیش میاد که چرا رادیواکتیو این بلا رو سر بدن آدما میاره؟ رادیواکتیو وقتی داره انرژی آزاد میکنه پرتاب‌های مختلفی هم داره که خطرناکترینشون گاما هستش. تنها راه کمتر کردن نسبی اشعه گاما کشیدن دیوارهای بتونی و سربی جلوی تشعشعاتشه. گاما میتونه به راحتی از بدن انسان رد بشه و به DNA به طرز جبران ناپذیری آسیب برسونه که باعث سرطان و چندین نوع نقص غیر قابل جبران میشه. این نقص‌ها به نسل‌های آینده هم منتقل میشن. تخلیه مردم از شهر و روستاهای اطراف که باید بلافاصله بعد از انفجار انجام میشد، با 36 ساعت تأخیر انجام شد. مردم با تصور اینکه تخلیه موقته از خونه‌هاشون با کیف‌های کوچیک خارج شدن، اما هیچ کس نمیدونست قرار نیست دیگه خونه‌هاشون رو ببینن. و بخش دردناکتر این بود که حیوانات خونگیشون رو به دستور ارتش ازشون گرفتن و زنده به گور کردن تا آلودگی بیشتر از این پخش نشه. چند ماه بعد از انفجار روی راکتور 4 با 300,000 تن بتون و 6,000 تن فولاد پوشونده شد که اسم این سازه رو سارکوفاژ یا همون تابوت گذاشتن. تو سال 2017 این سازه رو با یه ساختار ایمن‌تر بازسازی کردن. الان شهر پوریپیات و تشکیلات چرنوبیل تبدیل به شهر ارواح شده. البته این نکته رو هم اضافه کنم که چرنوبیل بعد از حمله روسیه به اوکراین الان تحت تصرف روسیه هستش. 5 میلیون نفر مجموعاً طی این حادثه دچار عواقب وحشتناکش شدن. حدود 5,000 مرکز مسکونی در بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیواکتیو آلوده شدن و کاملاً غیر قابل سکونت هستند. پای فیل معروف چرنوبیل این خطرناکترین زباله رادیواکتیو جهانه که ترکیبی از شن، بتون مذاب، کریم و اورانیومه.